سلام دوستان، وقتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمت هستم. بریم که این اصطلاح کاملتر یاد بگیریم. بی عقل، sersem. Nigah kn. Sınavda iyi bir not almadım. Hep sersem gibi davranıyorum. نگاه کن. sınav به معنای امتحان، دا پسوند در هست، ای به معنای خوب، bir عدد یک، not به معنای نمره. almadım میگه نگرفتم. hep میگه همیشه. سرسم به معنای بیعقل، گیج، نادون. حالا میگه گیبی مثلش. حالا davranmak به معنای رفتار کردن. حالا میگه davranıyor پسوند زمان حال و اومن پسوند فعلی برای شخصه. حالا ben هستش. میگه حالا مثلا گیج ها رفتار میکنم. sınavda iyi bir not almadım. hep sersem gibi davranıyorum. در امتحان نمره خوبی نتونستم بگیرم. همیشه مثل گیج ها رفتار میکنم.